سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان تو این ویدیو قراره که 3 تا اتک بزنم و هر 3 تاشو ببینیم میتونم 3 کنم یا نه، حالا بدون وقفه و بدون هیچ چیزی. خب نیروها همینایی هستن که میبینید، 16 تا دراگ، 11 تا اسپل نامری، کلنک هستلم که نمیبریم، کینگو کوین هم که در حال ارتقان. هیروها رو میبینید که چه هیروهایی میبریم، ابیلیتی هاشون و بله همه چیز که معلومه. ببین دوستان، این چالش رو تقریبا یکم سخته. خب حالا چرا من توی نبردای رتبه بندی شده نمیرم؟ چون واقعا سخته واسه من توی این لیگم. این لیگ واسه من نیست، میدونید. حالا اکثر حریفایی که واسه میاره تان 17 و 18 و نمیشه. توی نبردای چند نفره میریم. حالا همین اتک خوبه فکر کنم. حالا بله چمپیونمو میذارم. بنابر ویدیوی قبل، خب ویدیوی قبل یه سری آموزش دادم، بنابر اون آموزش رو میرم جلو. خب این اسپل نامری هایی که اینجا میذارن اصلا چیز جالبی نیست، ولی خب ما زرنگتر از این حرفاییم. بله اینم از این، اینم از این، اینم از این. خب من این وایس رو بعدتر ضبط میکنم، یه چند جایی رو قطع میشه، یعنی تقصیر من نیست اصلا. ولی حالا خودتون حد بزنید که این اتک ها 3 میشه یا نمیشه رو دیگه خودتون حد بزنید. اینم از این. یه اسپل نامری دیگه اینجا زده که تانو مخفی کنه که اونم نگرفت نقشش. خیلی رو مخیه بچه ها، خیلی. این نوع اتک رو اگه بدونید بزنید 17 هم میتونید سه کنید، ولی تان 17 هایی که مکس نیستن، چون که مکس باشن واقعا یکم سخت تره. نیروها رو میذاریم. بله اینجا یارو هم اومد، میبینی که داری 3 میشه، 100% این اتک 3 میشه. بله حالا درسته مکس نبود، ولی خب منم کلنک هستل نداشتم. معلومه که این دیگه 3 میشه. ببین بچه ها، واسه تقویت اتک زدنتون هم که شده، هر بار سعی کنید یه جوری اتک بزنید، یعنی از جهت های مختلف، چینش های مختلف. خیلی مهمه توی پیاده کردن نیروهاتون. مثل من بیا نیستش تا اینجا شو که این یکی خیلی راحت. خب چالشن که زدم، این چالش ایکس بویاس و بریم واسه اتک بعدیمون. یا الله. خب این نه، اینم بدک نی. بدکش که منظورم چیزشه، بیسشه. حالا بیس خوبی داره. 2 تا از ترقه هاشو که زده، 2 تا 3 تاست، 2 تاش. چمپیونمو میذارم که اینجا حمله همه جانبه کنه به تک سنگش. آها اینم. آها چمپیون یکم جونش ضعیفه، باید یک در چینشش و زدن این اسپلا خیلی دقت کنید. من خیلی وقتا بوده یه لحظه دیرتر زدم، این به چخ رفته، اصلا به چخ اعلا میره. ببینید اینجا هم اشتباه کردم، باید یک کم زودتر اسپلاشو میزدم. نباید بذارید که جون چندانی از دست بده، چون به ضررتون تموم میشه. به نظرتون 3 میشه؟ این باید بشه.
باید بشود دیده شود پسندیده شود. ببینید از طرف تانهال میزنم که تانو هم بزنن. اینم از این و فوشم ندیم. خب این از این به نسبت اتک راحت تری بود، به نسبت البته. بله اینم 3 شد. این اسکین کینگ واقعا جالب. این زئوسه، حالا من چندان دلم نمیاد خرجش کنم مگه نه چیز خوبی بود. البته میخواستم بخرم ولی خب چون تان 16 مکسم این واقعا نمیارزید، میدونید. بله اینم از این. خب میریم واسه اتک بعد. ببینید توی لیگ هم واقعا رتبه‌ام بدک نی. حالا یه چند تا حمله دیگه هم مونده، 2 تا. خب این نه نه این چون این چیزاش اینو نزدم. آره اینو نزدم. اینم که 15. این بود، اینو خواستم، اینو میتونستم بزنم و این 3 میشد به نظرم، ولی حالا ببینید چی میشه. خیلی اعصابم به امری، خیلی یعنی بهتون ثابت میکردم که میشه، ولی حالا دقت کنید چی میشه. یعنی من از همین تریبون اعلام میکنم که من هر چی مخابرات و اینترنت و من ریدم، من دهن همشونو ساییدم. یه جاهایی لامصب قطع میشه اصلا میرینه به حال آدم. یه وقتای حساس اصلا نمیدونم چی بگم. اینجا من این دوتا رو نابود میکردم. خب خیلی راحت. ببینید اینجا نقشه چینی هم کردم. خیلی این دیدی اومد، اینم میزدم. اینجاها بود گفتم وای خوبه دیگه، این 3 میشه. ولی اینجاست دیدم که چمپیونم اینجوری مکس کرد. ایوا بله دوباره اومدم که یه اتک دیگه بزنم. اینجا هم که دارم بهتون نشون میدم که آقا بله من زدم ولی دیگه تقصیر من نشد دیگه. حالا دوباره اومدم که رفتم یه اتک دیگه واسه تون جایگزین کنم. حالا ببینیم این تان 16 خوبه. حالا همون جوری که گفتم در زدن اسپلاتون دقت کنید. خب اینجا ببینید، اینجا رو دقت کنید که من بعد این همه اتکی که زدم و بعد این همه تجربه و این همه چوس گولاخ باقی، بابا چرا اسپل نمیزنی روش؟ الان به چخ میره. ببین به چخ رفت. چمپیونم اینجا به چخ رفت. من موندم با 5 تا اسپل. اینجا خواستم بزنم بیرون، گفتن نه اصلا هنوز ما ادامه میدیم، هنوز میجنگیم، تسلیم نمیشیم. حالا یه چینش مرگبار آوردم. این داک خیلی به در بخوره بچه‌ها. اصلا به نظرم تعویزش با کینگ که نه، ولی با کوینتون اگه شد تعویزش کنید. حالا من چون هر دوتاشونو ارتقا دادم نیستم، ولی با کوینتون حتما جابجا کنید. ابیلیتی مینیون رو در این حالت باید یکم زودتر میزدم. خب
چرا؟ چون که به ازای هر نیرویی که بمیره اون قدرتمندتر میشه و پس بهتره که زودتر بزنید. و بله اینم در کمال خوشبختی رو به 3 شدن رفت و اگه حد زدی که من هر ستاشو میزنم البته که بله دیگه، ما به هر حال بعد کلی تجربه و اتک زدن و وارهایی که 3 کردیم اینجا هم باز زنگ زدن. البته این دفعه رو زنگ زدن ولی خب خدا رو شکر که قطع نشد. هم گیر کرد اینجا. بله دیدید؟ به همین راحتی میتونید 3 بکنید. بچه ها، من از این چالش سرفراز بیرون اومدم. امیدوارم که شما هم در همه اتکای زندگیتون پرستاره باشید. اینجا هم این چالش رو تکمیل کردم. این چالش هم بزنم که واسه بعد تکمیلش کنم. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. قراره کلی ویدیو خفن دیگه بسازم. حالا ایده که ندارم فعلا، ولی یه چند تایی توی دست و بالم هست. حتما منتظر باشید. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.